شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثری نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 25. ترجمه تحت لفظی خانه است که برای کوچانیدن از همه جدا کرده اند. آن یک توده چوب و تخته، تنوکه بام و خیست است. ترجمان از این توده بدون شک خانه نوی می سازد. چوب پوسیده باشد عوضش می کنند. تخته در راه گم شده باشد نوش را می مانند. اگر یگان نقش چارچوبی کندکاری شکسته باشد نقشی نوی می برارند. شیشه تریزه ها را پاک می کنند، در پیچ علف می مانند تا که دود از موری براید. کودکمان به ایوانچه تاخته می برایند. پرستوها در شفت ایوان لانه می مانند. ترجمه تحت لفظی چیست؟ مانند آدم است که نور چشمانش رفته، دلش از تپش مانده است، اما همین دم دختر می آید، سوزن زده دار و خون می گذراند. موشک دل را می مالد و جان گرم به تن آدم باز می گردد. ترجمه تحت لفظی چیست؟ یک سرتراش ریشم را گرفت، موی سرم را کوتاه کرد و خواباند و گفت انا نزد من همچون ترجمه تحت لفظی آمده، مثل ترجمه بدیعی می روی. این واقعه در کوبا در شهر سانتیاگو به وقوع پیوسته بود. بعد راه ریش گرفته موی سر کوتاه کردنی شدم، به آرایشگاه در آمده مطلبم را با اشاره ها افاده کردم. در کوبا هنگام ریشگیری کس را به کرسی چون به کت می خوابانند. مرا نیز خوابانیدند، بریشم صابون زدند تا برویم رسیدنی پاکوی استای کوبگی. همه کارها به جا بودند، یا پاک و کن بود یا استان ناعهده براکی از شدت درد قریب داد می گفتم. مدت تاب آوردم، ولی بعد یقین کردم که از دو سر تا آخر طاقت کردن نمی توانم. گاه به روسی و گاه به اوری گپ زده روی خود را نشان دادن گرفتم. آرایشگر ترسیده از نزدم به در رفت و دیری نگذشته همراه شخصی خلعت سفیدی برگشت. آن شخص جامدانچه‌اش را گشاده اسباب‌های دندان کنی را برآورد. به جای کرسی ریش تراشی من ناخست به کرسی دندان ساز افتادم. دیده از سبب آن که من و سرتراش گپ یکدیگر را نفهمیدیم چی واقعه روی داد. اندکی دیگر به خبر می ماندم، از دندانهای صحت خود محروم می شدم. ترجمانها اکثر وقت همین دندانهای شیر را کنده می پرتایند و آن را با دهان خالی برآورده سر می دهند که شف شف گفته گردد. از دفترچه خاطرات. وقتی خارج رفتن کس یگان خیل ارمغان ملی میگیرد تا به کسی همچون نشان منتداری از پذیرایی تحفه بکند. من مثلا وقتی ژاپن رفتنم یک چند تا کوزچه گرفتم که محصول دست کوزگران هنرمندی بلخری. در خیراسیم به قرارگاه من 2 نفر رسام زن و شوهر مهمانی آمدند. ما صحبتی طولانی کردیم و خود را دوستی یکدیگر دانستیم. محصول دستانی بلخری ها را به رسامان تحفه نکرده به کی هم می کردم. گفتم در دل. با دل پر جامدان را کشادم و به دهشت افتادم. از کوزچه های من سفال پاره ها ماندند و بس. آنچنان میده میده شدند که گویا آنها را بلغ کوب کرده باشند. ممکن است جامدان مرا در فرودگاه مسکو یا فرودگاه هندوستان یا فرودگاه ژاپن حمالان به احتیاط این سو آن سو پرتافته باشند. نمیدانم، اما زمین نکفید که من درآیم، چون که تحفه را وعده کرده بودم و ژاپن ها در سر میز
در حالت انتظار می نشستند. ژاپنی ها سوی متحیرانه می نگریستند، زیرا من در سر جامدان چون هیکل شخ شده مانده بودم. نه جنبیدن می توانستم نه حرف زدن. نهایت مهمان های من پی بردند که ناخوشی روی داده است. نزدم آمدند، سفال ها را دیدند، سری تأسف جون باندند و به تسلای من کوشیده به کتفم تپ تپ زدند. در حالت دیگر ژاپن ها چنین رفتار را به خود روا نمی دانستند، زیرا آنها بسی خوش آدابند و به گستاخی طاقتی ندارند. معلوم می شود که من آن دم خیلی غمگین و مشوش گردیده بودم. من شکست پاره ها را برای کاغذ جمع کرده به دشت غالقطی پرتافتنی شدم، اما رسامان مرا از این کار باز داشتند. آنها شکست پاره ها را با احتیاط پیچانیده خانه بردند. پس از چند روز رسامان مرا به مهمانی خواندند. کوزچه های خود را تمام و بی حساب دیده بسی در حیرت افتادم، گویا که آنها همین حال را از خمدان برآمده باشند. من تا حال به خود تصور نکرده نمیتوانم که چسان چیزی پاره پاره را با چنین مهارت پیوند کردن ممکن است. میگویند که کوزه مو یک رفته را بطون کردن نتوانی، از دو سر آبش میتراود. به کوزه که ژاپن ها پیوند کرده بودند کنیک داغستانی هم انداختیم، سکه ژاپنی هم، اما رشه نتراوید. بر رسامان ژاپن نگریسته ترجمان های بهترین خود را یاد کردم. ترجمه تحت لفظی شعرهای من مانند شکست پاره های کوزه بودند. سپس این شکست پاره ها را پیوند میکردند که از آنها کوزه های نو حاصل میشد و نقش و نگار اوری آن کوزه ها را آرایش میدادند، گویا که آنها کوزه ها هیچگاه نشکسته باشند. البته ترجمان نباید به کوزه که دسته نداشت دسته بسازد، یا که کوزه یک تهه را دو تهه بکند. به قریبی نشریات داغستان ترجمه نوی اوری حاجی مراد را از چاپ برآورد. آن را خوانده پی بردم که حاجی مراد 2 باب درازتر شده است. من از ترجمان پرسیدم این 2 باب از کجا پیدا شد؟ آخر تولستوی این پوست را هنوز پیش از انقلاب اکتبر نوشته است. در آن بعضی عقیده های نادرست هستند. غیر از این به خوانندگان درباره دوام قصه سری حاجی مراد و تقدیر اولادان حاجی مراد حکایت کردن لازم بود. از دفترچه خاطرات. یک شعری پدرم را به روسی ترجمه کردند. ترجمان ظاهراً کم تجربه بوده است. پدرم از یک آدمی هم اوریدان و هم روسیدان خواهش کرد که این شعر را از نو ترجمه کند و مضمونش را فهماند. بعد آنکه این کار اجرا شد او خطاب کرد: پسرم از سفر خود برگشته است و من او را نشناختم. نه، فرزندان من به این خیل بازسازی می افتاده باشند. در کوهستان خودمون شنید بهتر است. آره، ترجمه شعر به پسران مانند که پدر و مادرشان به خواندن یا کار می فرستند. البته به هر حال پسران به اول خود نظر به پیشترشون اندکی دیگر شده بر می گردند، اما پسر یا چیزی به دست آورده یا چیزی از دست داده یا دیپلم گرفته یا حکم گرفته یا ورزشکاری پرزور شده یا لاغر و بیمار گردیده یا با شهرت عالمی یا با شهرت زنبازی یا به همه خیش و تبار و اقربا سواد گرفته یا کفنگدا شده بر می گرده. من نیز کتاب خود را برای دور به شهرهای بزرگ به میان مردمان روان می کنم. وی در جایهای بیگانه چیسان رفتار می کرده باشد؟ آیا به خلق خود، به پاپاخ خود خیانت می کرده باشد؟ می دانم که آدمی گنده کهنشین به وادی فرامده نغز نمی شود. بنابراین من از شخصی که کتابی مرا ترجمه می کند خواهشمندم. کتابم گنده باشد بگذار همان طور بماند. اگر من شل و کور باشم از بغلم گرفته از خانه هم نبرارید، ماند که در خانه خود بشینم و بیرون از آستانه خود قدم نزنم. ظرفی میسینی مرا قلعگی دوانده سفید نکنه، برای نقره من آب طلا ندوانه. ابو طالب حکایت کرده بود: من یک دختر و یک پسر دارم. دخترم به آداب
به انتظام نمونه عبرت. اما پسرم بد و بلا شوخ، درباره دخترم رادیو گپ می زند، در روزنامه ها می نویسد چون که وی ضرب دار. اما از بالای پسرم هر روز گاه از مکتب و گاه از میلیسه شکایت می آید. در حق دخترم می گویند که او را مکتب دروژین پیانری کم سمال مملکت تربیه کرده است. اما در خصوص پسرم می گویند که او را شاعری خلقی داغستان چون این تربیه بد کرده است. این حکایت را شنیده در دل گفتم ترجمه شعر هم چنان می شود. اگر ترجمه خوب باشد مؤلف را تعریف می کنند و مترجم را فراموش. اگر ترجمه بد باشد مترجم را سرزنش می سازند، ولی می کوشند که نام مؤلف را به دهان نگیرند. نه دوستم مترجم، بیا برای نیکشم بدشم هر دو جواب بدهیم. اکنون من و تو صاحب یک عرابه، بیا آن را هر دو اهلانه تیله داده به قله براریم. نه اینکه هر کس سوی خود کشد، وگرنه عرابه هم من و تو هم از جایمان نخواهیم جنبید. باری در جای ما یک واقعی غریب و وقوع آمد. کوهپاره بزرگ یک بار از جایش کنده شده پایان غلیده فرو آمد و پیش راه دریاچه کوه را بند کرده در قریبی اولی مخاج باز ایستاد. رمه های گوسفندان، چوپانان، گلخن و کازه آنان آرامانه به آسیب همراه کوهپاره سیاحت کرده فرو آمدند. حالا آن کوه مثل پیشتره ایستاده است، فقط همین که در پایش کوله به وجود آمده است که آن گلماهی بسیاری دارد. وقتی که کوه در جای کهنش بود کسی نمی رفت. اکنون اطرافش دائم پری سیاحان، ماهیداران، مکتبیان، اکسپدیسیه ها. بگذار کتاب من نیز به عالمی زبان که برایش نو است به آسیب سفر بکند. بگذار او نیز مثل کوهی نزد اولی مهاج سپس به خود آدمان را جلب سازد. ضمناً به گفته مسلمانان قسمت چه باشد کس همان را می‌بیند. شاید این به مقال بنده میکنم تدبیر خنده میکند تقدیر، یا که باز کوتاه‌ترش از دست تقدیر جای گریز نیست. موافق آید. منقی در خصوص اون نوشتن از همه دشوار است. سرزنش بکنی گمان میکنند که به ارادهای تنقیدیش راضی نیستی و حتی قصاص گرفتنی هستی. تعریف بکنی گمان میکنند که برای آینده دلش را یافتنی هستی. پدرم میگفت من و منقید هر دو شاعره. من شعر می نویسم و در خصوص شعری من می نویسم. گفته ابو طالب به یک منقید داغستان: من از آب انگور شراب می سازم، تو مزه شراب مرا چشیده می بینی. من در خصوص منقید عقیده نمی رانم، خودداری می کنم، ولی به هر حال می خوام به او یک چند نصیحت بدهم. همیشه بد را بد بگوی، خوب را خوب. همان یک چیز را اول تعریف و بعد تنقید نکن. اول تنقید کرده باشی سپس تعریف نکن. از پشه فیل نساز، اما از فیل پشه می سازم گفته هم بسیار حرکت نکن. درباره آنچه که در کتاب هست سخن ران، نه از چیزهایی که در کتاب نیست. برای تصدیق فکر خود از بلینسکی سر کرده بزرگان را شفیع نبیار. اگر آن فکر در حقیقت مال خودت باشد بکوش تا با قوه خیرت خود اثبات بکنی. فکرای روشن را با زبان روان و فصیح افاده بکن. فکرای نارفشن را تماما نگوی. همچون بادنما نباش که باد هر سوی که وزد وی نیز همان طرف میل میکند. آنچه را که خود صرفم نمی روی به دیگران القا نکن. چون در جیب 100 سوم نداری خود را 100 سوم دار وانمود نکن. چون مدتی مدید به اول خود نرفته و از احوال آن واقف نیستی، نو از اولمان برگشتم نگو. این مصلحت‌های من نو نیستند، آنها سطر اولینی جدولی ضرب را میمانند. لیکن هر یک منقد اگر این مصلحت‌ها را از روی وجدان میکرد
کامیابی های تنقیدی ما از حاضره خیلی زیادتر می شدن. خواننده. من با محرر، با ناشر، با مترجم، با منقد گفتگو کردم. اکنون میخوام به آدمی اساسی که کتاب برایش انشا می شود، یعنی به خواننده چند سخن بگویم. خواننده هم دوستم. البته تو کتاب های پسندیده خود را داری، چون این کتاب ها را ما نویسندگان نیز داریم. میگویند که کتاب عمده نویسنده آن است که هنوز ننوشته است ولی حتما خواهد نوشت. نمیدانم برای دیگران چه، اما برای من این نقطه به عینی موافق است. آره، من که باز آرزو دارم که بخشیده به کشور عزیزی خود کتاب نویسم. دیر باز در سر این فکر را می پرورم، اما هیچ نه که انشا شود. احتمال استعدادم کمی می کند. ممکن تشویش های هر روز خلل می رسانند. شاید صبر و طاقتم، جسارتم نمی رسد. سال به سال مسئولیتی کس در نزد خود و در نزد خواننده می افزاید. بنابراین در هر مورد بیباکانه قلم به دست گرفته نمی توانند. نوشتن کتابی که به کشوری عزیز بخشیده می شود کاری از همه مسئولیت ناک است. من این کتاب رو حالا ننوشتم، لیکن بسا فکر کردم و اکنون خوب می دانم که آن باید چگونه باشد. اندیشه های خود را بخشیده به این کتاب که کتاب عمده عمر من است خواستم بر روی کاغذ آورم. این هنوز کلاهی چرکسی نباشد هم مساله چنین کلاه است. این هنوز قالی نباشد هم رشته های آن است. این هنوز سرود نباشد هم چنین تپش دل است که از آن سرود باید برون آید. میگویند نماز نخوانده فقط نیتی آن را کرده باشی هم به جنت میروی. میگویند مهمان هر کی باشد خانه هرچی باشد. اگر میزبان در خانه فقط بوزه داشته باشد، آیا مهمان میرنجد که او را با شرابهای خارجی که نه در خانه هست و نه در آن نزدیکی ها ضیافت نکردند؟ میگویند هرچند نیکی نکردی تو را تشکر بران که چنین نیتی داشتی. خواننده‌ام، دوستم، هر یک کتاب برای تو انشا میگردد. من میتوانم که ناشر را راضی کنم، با محرر، با منقد بحث رانم، لیکن تنها حکم تو حکم حقیقی و قطعی است. چون که سودها میگویند که حکم قطعی است و از بالای آن شکایت کردن ممکن نیست. معنی زندگی نویسنده ملاقات با تو است و بس. تمام عمر 3 حالت هیجانی بزرگ با من است. اول، من پیش از ملاقات با تو در انتظاری های و تخمیرانی ها چی ملاقات می شود اضطراب می کشم. بعد هنگام خودی ملاقات به هیجان می افتم که این فهم‌ها و طبیعی است. نهایت پس از ملاقات چی تأثیرات از خود گذاشتنم را تصور کرده در بند هیجان می گردم. چهره های مختلفی آدمان را می بینم. یکی گره بر جبین انداخته است. من چه الفاظ پیدا بکنم تا آن گره را بکشایم. دیگری روی ترش کرده است تا گویی چیزی تلخ یا تنده به دهانش افتاده. چهره سیومی افاده ملول خاطری است که این از همه دهشتناک و از همه یأس آور است. از مردم کوهستان پرسیدند چرا اولهای خود را در جایهای دوردست و کس ناگذری کوهستان بنا می‌کنید؟ جایهای شما رفتن محال بلکه خطرناک است. در سری هر قدم پیراهی باریکی لبی جر، سنگپر و ترمفرا. مردم کوهستان جواب دادند دوستانی با وفا از راههای دشوار هم نترسیده به دیدار بینی ما می آیند. دوستانی بی وفا بلکه در کار نیستند. خواننده هم دوستم، من به 44 در آمدم. در این سن و سال به آدم همه گونه کاری مسئول را سپاریدن ممکن. در این سن و سال نویسنده باید به هر یک سخنش جواب دهد. اگر در کتاب من فکری را پی بری که آن در کتاب دیگری بود، یک سو بیندازش. مثل این که یک وقتا در کوهستان پگاهی شبی نکاح عروسی نادختر را از درگاه میراندند. اگر در کتاب من فکری درستی را دریابی، به زیرش خط کش. اگر فکر نادرستی را دریابی، 2 خط کش.
ولی اگر ذره دروغ و ریابیابی تأخیر نکرده کتاب را یک سو هواده که وی به چیز کار نمی آید. قصه خان بای پسری و خینکلی روغن دنبه و سردار. یک زمان در ابریستان خان بای بوده است. او 3 بار زن گرفته است تا صاحب پسر گردد، اما هیچ کدام از زنهایش پسر یک سو استاد دختر هم تولد نکرده است. خان مجبور شده است 4مین بار زن گیرد. دیر شد یا زود خان پسر یافت. شادی او را انتها نبود. توی شد، کرنه و سرنه نواختند، دایره و دنبک زدند، 3 شب و روز عیش و نوش کردند. ولی شادی و سرور در قصر خان دیر نپایید. از بین مدتی زیاد نگذشته پسری خان کسل شد و کسی درد او را معین کرده نتوانست. چی اللهایی که به گوشش می‌خواندند اما طفل را خواب نمی برد، چی نقل و نوایی که میدادند اما نمیخورد. همه میدیدند که روزهای عمرش به شمارند. یگانه ولیعهد خان را نه دخترهای خارجی دوا کردن میتوانستند، نه طلسم هندو، نه گیاهای تیبه. اگر به فرزندش کار حال میشد، از این غم زنده ماندن خان در گمان بود. اینک از اولی قریب کمبغلی که او را کسی آدم هم نمیدانست نزد خان آمد و عرض کرد که دوای دردی ولیعهد را میداند و او را نجات داده میتواند. مقربان خان کمبغل را از در بیرون کردنی شدند، ولی خان آنها را باز داشت. از 2 سر پسرم میمیرد، اندیشید خان. چرا دوای آخرین را هم نسنجم؟ برای پسرم را نجات دادنت به تو چی لازم؟ من باید با زوجه تو مدت تنها بمانم. چی؟ تنها؟ با زوجه من؟ تو عقلت را خورده ای، گم شو از پیش نظرم. کمبغل برگشت و رفت، اما خان چنین اندیشید. از 2 سر پسرم میمیرد، با زوجه من روبروی ساده گپ زند، مرا چی ضرری می شود؟ های کمبغل، اینجا بیا، ما از گپمان گشتیم، به تو اجازت که با زوجه من گفتگو بکنی. هنگامی که کمبغل و زوجه خان تنها ماندن، کمبغل پرسید میخوایی که پسرت زنده و سلامت باشد؟ زوجه خان در جای جواب به زانو افتاد، التجا کرد. این طور باشد بگو که پدری اصلی پسر کیست؟ چشمان زوجه خان به 4 طرف دویدند. شرم نکن، این سر را هر دویمان به گور میبریم. نگویی پسرت زنده نمیماند. خان در آرزوی پسر بود. میدونستم که پسر تولد نکنم، مرا هم مانند زنهای پیشترش از درگاه میرانند. برای همین کوه رفتم و آنجا با یک چوپان جوان خواب کردم و بعدی همان ولیعهد تولد شد. آیا خانی عالی مقام خبر داد طبیب پس از این صحبت؟ من دوایی را میدونم که پسرت از آن نجات مییابد. از همین لحظه بنااً گهواره او باید در نزد گلخنی باشد، مانند گلخنی که چوپانها در کوهسار می افروزند. به گهوارهش پوستکی میشی گستردند و فقط از طعام خوراندن لازم که چوپانهایت میخورند. آخر آنها خینکلی روغنی سردار میخورند. چی خیل وارثی من طفل 1 ساله؟ کمبغل برگشت و رفت. از 2 سر پسرم میمیرد، اندیشید خان. بفرمود که خینقل بیارند. خود زوجی خان در ترددی پختن طعام شد. او از کلهای میپخت که در کوه برای پهلوانان جوان آن شب بهترین شبیه حیاتش پخته بود. وی طبقی چوبین را پیش پسرش گذاشت، چونان که آن وقت پیش چوپان مانده بود. خینکلها کلان کلان و لنده لنده در کدام مشت برین بودند. پاره‌های روغنی کرد آب شده میشارید. در کوزچه آبی چشمه کوهی نیز آورده دادند. همین که بوی سیر و روغنی دنبد به دماغ ولیعهد زد، او چشم وا کرده از جا برخاست، جان گرفت و یک باره 2 دسته به خینکلی کلانترین چنگ زد. از آن لحظه این طرف قوه پدر به کودک گذشتن گرفت. او چون شیری گشنه خینکل میخورد. پسر هر روز و هر ساعت می سبزید و دیری نگذشته تنومندی سالم و خوشقدی شد. از کسلی البته نامونشانی هم نماند. شاید در حیات این واقعه روی نداده باشد، ولی من یک چیز را میدانم. وقتی که ادبیات از غذای اجدادی خود محروم گشته به طعام‌های لذیذ و نازک خارجی می‌گذرد، هنگامی که عرف و عادت، زبان و خصلت خلقی خود را دیگر می‌کند، به این همه خیانت می‌کند. چون این ادبیات خراب و ادا می‌کند و هیچ یک دارو
به دردش درمان نمی شود. با همین انجام دهم هم می شود. وقتی گرمی های تابستان آغاز کرده بودم، حالا تیر ماه سیرون رسیده است. در اولی کوهستان سر کرده بودم. در شهر کلان سیر آدم نقطه می گذارم. سطرهای نخستین را صبحگاهان انشا کرده بودم. حالا پاس از شب گذشته است. شهریان شمع و چراغ‌های خود را خاموش می کنند. من از مسافرت دور باز می گردم. در کنار دیه از اسب فرو آمدم. لجام اسب را داشته آن را از تنکوچه درازی کج و کلیب گذرانیدم. اکنون خوبش همین که اسب را لچ کرده به گردنش تپ تپ بزنم و به مرغزاری فسح سر دهم. خود در نزد آتش کمی نشینم هم می شود. سیگار برآورده کشم هم می شود. می گویند که حتی خداوند بعد انجام پند و نصیحتش چلیم می کشد. تماکو را دود کنانیده یک دو قلاب کشیده اندیشه می ورزد. ما نیز به اندیشه می رویم. نه هر یک سفر به نیکی می انجامد، نه هر یک کتاب نغز می براید. صبح نو که دمید کتاب نو را سر می کنم. در ترددی سفر نو می شوم. الحال مرا راه شلپر کرده است. به چکمن پیچیده خواب می روم. شب بخیر مردمی نیک. به نیکی آغاز کردم، به نیکی انجام دادم. و سلام و کلام. آمین. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگل یوسفوف. پایان گفتار 25.